به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر بینندگان عزیز شبکه ورزش سیما. تشکر می‌کنم از حسین رضایی عزیز. میریم سراغ اولین دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون در نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا 2019 تایلند. به نفع تیم ایران ضربه زده میشه و از کنار دروازه به بیرون میره. حالا سجاد صلاحات هم ضربهش میزنه توی دروازه. گل اول برای عراق. همین ابتدای کار عراقی هستن که 1-0 جلو میافتن و سجاد صلاحات هم عراقی‌ها رو به این ترتیب با این شوتی که میزنه با پای چپ و تو در بالای دروازه جا میگیره. دروازه‌ای که اونجوری که بچه‌ها میگفتن نسبت به اون شرایط استاندارد دروازه‌ها یه مقدار ارتفاع دروازه بیشتره و ماسه‌های این دور از مسابقات هم یه ماسه سنگینی است. بچه‌ها تمرین کرده بودن و خود کیانی پاس رو به عقب برای حمید بهزادپور از پاس به عقبا یکیشو میتونه برداره با دست. یه ضربه و توپی که به بیرون میره. پلن تاکتیکی خودشو داره عوض میکنه. حمید بهزادپور حرکت میکنه حالا به شکل پاس. یه کدو اونجا مصطفی کیانی موقعیت برای احمدزاده ضربه میزنه اونجا واکنش نشون میده محمد سعد. توپ اوت میره به نفع بازیکن ایران. علی میرشکاری هم به بازی اومده با همراه مسلم مسیگر که از گلزنان خوب فوتبال ساحلی کشورمون. مسیگر یه ضربه بعد جمع میکنه تو محمد سعد. همین خودش جلو میره و از ضربات سنگین که داره استفاده کنه. اونجا یک و دو امیرحسین اکبری هم به بازی اومده میاره بالا توپو میخواد یه برگردون بزنه. این کارو انجام میده. توپ از کنار دروازه به بیرون میره. امیرحسین اکبری دوخیز میکنه مثل یک ضربه پنالتی چون داخل زمینه تیم مدافع خطا انجام شد. همه پشت توپ باید قرار بگیرن. زننده ضربه و دروازه‌بان تک به تک هستن. حرکت میکنه ضربه رو میزنه و اونجا محمد سعد که از تغییر تاکتیکایی که مربیان فوتبال ساحلی میدن با تغییر دروازه‌بان انجام میشه. دستش بازه. اونجا یه ضربه و میگیره توپ محمد معصومی زاده رو. مصطفی کیانی ضربه رو باید بزنه تک به تک در مقابل محمد سعد. کیانی حرکت میکنه راست پا هم از میره اونجا ضربهش میزنه و توپ اختلاف کم از بالای دروازه به بیرون میره. علی میرشکاری و محمد سعد دقت کنه دروازه عراق رو باز میکنه. نتیجه مساوی میشه. روی غافلگیری گل خوردیم. حالا حرکت از میرشکاری ضربه رو میزنه و توی دروازه 1-1 مساوی. معصومی زاده رو به عقب برای حمید بهزادپور. بهزادپور شروع میکنه و اکبری میاره بالا. یه ضربه برگردون از اکبری و توپی از کنار دروازه به بیرون میره. پاس رو به عقب جمع میکنه محمد سعد. پرتاب برای سجاد صلاحات هم ضربهش میزنه. بهزادپور جمع کرد. مهدی شیر محمدی هم میخواد به بازی بیاد. حالا به جای میرشکاری به بازی میاد. شیر محمدی اضافه میشه. اونجا یه ضربه از امیرحسین اکبری توی دروازه. چه گلی زد اکبری. اکبری یه کنترل اینجا توپش زمین خورد و رفت کنج دروازه. ایران 2 عراق 1. ضربه سنگین امیرحسین اکبری. ضربه مرتضی قاسم و جمع میکنن بچه ما زیر 10 ثانیه. یه شوت از راه دور و محمد سعد. حالا در 2019 دوباره با این تیم روبرو شدیم. احمدزاده کاپیتان تیم ما یه برگردونه دیدنی و جمع میکنه با محمد سعد. محمد مرادی برای بهزادپور. سعید پیرامون هم اونجا هست. بهزادپور خودش به سمت چارچوب و دروازه رو باز میکنه. حمید بهزادپور اونجا خودش تصمیم گیری شروع کنه. تو پاور بالا این والی پای راست 100 سکند و شیرجه بلند محمد سعد هم جواب ندید. یه بار دیگه ببینیم. حمید یه نگاه به سمت چارچوب و این شوت سنگین. دروازه باز شد تا ایران 3-1 جلو. از این زاویه بهتر میتونیم ببینیم. یه شوت قوسی تو قشنگ پشت دروازه اومد پایین. اصلا سطح کلاس فوتبال ساحلی ما با بقیه قاره چندین پله بالاتره. یه بار دیگه بهزادپور برمیان عراقی. شوت دوم تو به تیر میخوره. بچه‌ها اونجا موقعیت زدن گل چهارم رو هم داشتن. خیالتون راحت دیگه کاملا سوار بازی هستیم. یه موقعیت دیگه و شوت سنگین معصومی زاده به کرم. چجوری شوت زد بازیکن عراق افتاد. محمد مرادی ضربه‌اش میزنه تو به تیر میخوره برای بار دوم. میگیرن عراقی. علی احمد و دوباره تو لو میره. یه ضربه بعد جمع میکنه محمد سعد. این ماسه همین حالت رو داره. زمین ناهموار تو پله میشه گرفتنش برای دروازه‌بان سخت. کورنر شیر محمدی کنترل میکنه. میچرخه ضربه‌شو میزنه و یه سنگین و زیبا با زحمت محمد سعد تو پرای کورنر کرد. این چهره خود مسلم مسیگر گلزن قهار تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون. پشت این توپ گل چهارم رو ببینیم میزنه آخر. مسیگر ضربه میزنه و توپ تیر میخوره و برمیگرده.
اینجا مصطفی کیانی حرکت کرده، خود احمدزاده پاس رو عقب اشتباه، اونجا میره دروازه ایران باشه بهزاد پور و چی شد؟ دروازه اون باز شد. اینجوری توپ از بهزاد پور هم رد شد، نگرفت به پای سعید پیرامون و دروازه اون باز شد. اون احمدزاده حرکت میکنه، ضربه میزنه و توی دروازه محمد احمدزاده ببینید اشتباهش گل دوم عراق رو جبران کرد. کاپیتان تیم ملی فوتبال سایدی کشورمون. خب احمدزاده هم زمین بازی ترک میکنه، اونجا مارکو کاپیتان خودش رو بهش خسته نباشید میگه این شوت پای راست سنگین از محمد احمدزاده بدون شک یکی از برترین فوتبال سایدی جهان محمد احمدزاده. سعید پیرامون توپ از دست داد، حالا عراقی ها یک ضربه و بهزاد پوری شیشه بلند میزنه که به دستش هم نگرفت، اوت شد. ما در 8 دوره قبلی این رقابت هم حضوری مستمر داشتیم و 2 دوره به فینال اومدیم، هر دو بار رو قهرمان شدیم. ژاپنیا بله غیر از دوره قبلی تو 7 دوره قبلی هر 7 دوره اومدن فینال. دوره قبلی 2017 در مالزی رفتن به رده‌بندی که اونجا 6-3 لبنان رو زدن. از 7 باری که اومدن 5 بارشو باختن، 2 بار فقط بردن. یه موقعیت یه ضربه اونجا تو برمیگرده، ضربه خوبه محمد معصومی زاده. ژاپن با 2 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی و 1 عنوان سومی پر افتخارترین تیم آسیا است از نظر تعداد قهرمانی. تو به زمین ما میره پیرامون، یه به قشنگ خیلی رو تو قشنگ مانور کرد، تو به راست میاره مرادی، توپو در اختیار داره، یه دورو میزنه میبره لبه خط، از همون جای شوت و محمد سعد واسم یه سیو رو انجام میده. چقدر راحت اختلاف سطح فنی بازیکنان دو تیم چه به لحاظ تاکتیکی، فیزیکی و فنی رو کاملا میتونید این صحنه ببینید. بهزاد پور یک شوت به سمت چارچوب با پا برمیگرده، محمد سعد نزلو دبل کنه حمید تو این بازی. حالا پیمان توپو جمع میکنه، پرتاب دست بلند پیمان، یه ضربه سر و گل، پاس گل میده پیمان. دیدید راحت پیدا میکنه اونجا محمد علی مختاریو. اینجاست که میگم دسته مارکو اوکتاویو بازه، 2 تا دروازه‌بان داره که هر کدومشون به یه سبک و شیوه خاصی طراحی میکنن. پرتاب دست پیمان استثنائیه، چش بسته پیدا میکنه فورواردا رو و دیدید که محمد علی مختاری این روی این پرتاب پیمان سنگو با پولیس این پرتاب دستش رو خط کشی کرده و رسوند به مختاری، یه ضربه سر، گل 5 ایران. یه موقعیت برای بازیکن ایران، یه ضربه و توپ به بیرون میره. معصومی زاده حرکت میکنه، ضربهشو میزنه و جمع میکنه. محمد سامی بحرین برده قطر رو 2-1 و ژاپن هم بعد از ما بازی داره، یک ضربه اونجا برمیگرده توپ و پایان بازی. ایران 5 عراق 2.